سلام و وقت بر شما بخیر. سرخط خبرها. ورود ناوه هواپیمابر امریکا به خاورمیانه و سایه جنگ بر روابط واشنگتن و تهران. کشتی جنگی ایالات متحده به خاورمیانه رسید و سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان از آمادگی برای دفاع در برابر هر گونه حمله سخن زده است. تصمیم تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ، نهادهای حامی خبرنگاران زیر ذره-بین. وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی تنها جواز فعالیت 3 نهاد حامی خبرنگاران را تمدید و دیگران را لغو کرد. و دیدار دیپلمات‌های افغانستان و قرقیزستان با محوریت اتصال منطقه‌ای. سرپرست سفارت امارت اسلامی در بشکک با رئیس بخش 4 سیاسی وزارت خارجه قرقیزستان دیدار و در مورد گسترش روابط سیاسی، همکاری‌های اقتصادی و اتصال منطقه‌ای گفتگو کرد. با مجموعه خبری امروز با من بی‌نظیر بکتاش کامگار خوش آمدید. کشتی جنگی هواپیمابر ایالات متحده به خاورمیانه رسید و احتمال حمله امریکا به ایران از هر زمان دیگر بیشتر شد. نظامیان ایرانی اما پیوسته گفتند که آمادگی برای جنگ دارند و در مقابل تجاوز جواب دندان شکن خواهند داد. مقام‌های اسرائیلی میگویند اگر واشنگتن به تهران و جمهوری اسلامی به تلاوی حمله کند، اسرائیل آماده جنگ و دفاع است. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته اگر کشورش اجازه بازرسی سایت‌های هسته‌ایش را نمی‌دهد، تقصیر امریکا و اسرائیل است. در سوی دیگر یک مقام ایرانی گفته در مهار اعتراضها از گلوله استفاده نکرده اند. در این مورد ما چند پرسش را با آقای بلال فاطمی آگاه روابط بین الملل که از طریق نت با ما وصل هستند مطرح ساختیم. فاطمی صاحب سلام، وقت بر شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام بر شما و بینندگان سرویس خبری شما. بسیار تشکر. با استقرار کشتی‌های جنگی ایالات متحده در خاورمیانه، احتمال حمله امریکا به ایران تا چه اندازه افزایش یافته و چه زمان اتفاق خواهد افتاد؟ خب ظاهر این تکمیل تجهیزات نظامی امریکا در منطقه بوده که با رسیدن 2 کشتی، چرا که این باری حملات که صورت میگیره از پایگاه‌های نظامی امریکا صورت نمیگیره، ای اصلا کشتی ها صورت میگیره. بنابراین این 2 کشتی حیثیت حیاتی را در این جنگ داشتن. با رسیدن از این تجهیزات تکمیل شد. هر آن ممکن که حمله باشه، مگر دلایل دیگری وجود داره که حمله را امریکا در این وقتی زمانی نخواهد کرد، چرا که شما حمله در زمان میکنین که متحدین شما، متفقین شما با شما ایستاده باشند. فعلا امریکا با اروپا هم در جنگ و جدل است. در منطقه کشورهای منطقه در بین خود در جدل هستند و همچنان کمیته امنی را که امریکا تشکیل داده بود با رقمی که دونالد ترامپ فکر میکرد که فرمان صادر کرد و کلگی همونطور عسکر و حاضر خواد شد و کلگی در گرد میز خواد نشست، عالی دشواری های زیادی را به دونالد ترامپ پیش کرده. شما دیدین که در کشورهای مهمی که همیشه ائتلاف کننده های امریکا بودن مثل فرانسه، جرمنی، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، همگی از این کمیته دوری گزیدن و در اشتراک نکردن. در از جمله 60 کشور در حدود 20 و چند کشور دو جمع شدن که کل گمو غلامای القبه گوش جهان اسلام بودن که دو پاکستان در سردسته اول بوده. مشکل بزرگی که برای امریکا در منطقه پیش آمده با وجود اختلاف و دوری عربستان سعودی و مصر و دیگر کشورها، ترکیه علنا اخطار داد. دیر و صحبت‌های اردوغان به کلی واضح بود و گفت که در صورت حمله امریکا بر ایران ما در پهلوی ایران خواهیم ایستاد و از ایران دفاع خواهیم کرد. به این صراحت تا به این لهجه تا وال صحبت صورت نگرفته بود. بنان امریکا نمیتونه که در همچون مرحله‌ای که نه تنها که یکی از پایگاه های امریکا در ترکیه وجود داره، بلکه بر شما معلوم است که مرکز نظامی امریکا که در ترکیه است او مرکز اتمی شام است، یعنی دستگاه اتمی بیرون از امریکا
که امریکا داره او در ترکیه است. یعنی در جهان هر نقطه‌ای که اگر برای بم اتم ضرورت شوه یا اسلحه اتمی ضرورت شوه او را از ترکیه باید ببره و در حدود 5000 قوای هواییش در این منطقه است. از این بابت با دیگران میتونه اختلاف نظر کنه و دیگه ای است که با ترکیه کمی فرق هم داره. ترکیه به طور عربستان سعودی و مصر و اینا با او رقم هم چیز نیست، هم نوای امریکا است، به حساب در زیر یوغش است، مگرم یگان سرکشی ها را داره. از این بابت برای امریکا آسان نخواهد بود که تصمیم به تو آسانی بگیره که به ترکیه را از نظر به اندازه و سعودی را کل گیره و دفعتا حمله کنه. حتما کوشش تفاهم میکنه، هیئتایشان در کشورهای مختلف است، با اونا صحبت دارن. از در مورد علوده دو در مورد عراق و اینا خو او دل خود بسته کرده که از این جای حمله نمیکنه، چرا که میفهمه ایران با آسانی این کشورها را میزنه. از همین بابت ممکن که حملاتی که صورت میگیره از دو کشتی از منطقه دیگوگاراسی از منطقه خود پاکستان، شاید خط اول پاکستان باشه، در اونجا باز امریکا ترس از زیر نداره بلکه خواهش از زیر داره که از پاکستان حمله صورت بگیره و ایران عکس العمل به پاکستان نشان بده و یک آتش اینجا در بگیره، مثل که در دهه 1980 از 1981 تا 1988 ایران و عراق با هم جنگیدن و همین امریکا بر دو طرف اسلحه میداد. این بار هم یک کوشش داره که ایران حمله کنه بالای پاکستان و امریکا و اسرائیل آیسته کنارکش میشن، نگاه خواد کردن تا این دو کشور و اسلحه را برای دو تمویل خواد کردن خواهند داد تا اینا بجنگند. پروگرامات به این ترتیب است. در اینجا یک چیزی که تفاوت داره او است که سرکشی اسرائیل است. درست. سرکشی اسرائیل در این است که در همین کمیته امن که با وجود از اینکه نتانیاهو عضویتش قبول کرده و آمده، اختلاف از او با دونالد ترامپ در این است که دونالد ترامپ روابط سری با حماس استوار کرده و در اونجا بعضی ساحات را به اسرائیل گفته که او را باید پاکیزه کنه و او را بسپاره، چیزی را که اسرائیل بهش قیمت نمی کنه. بنان یک اختلاف بالای کمیته امن در بین اسرائیل و امریکا وجود داره. از این بابت ممکن است که اسرائیل بدون مشوره امریکا حمله ناگهانی را انجام بده، چرا که اسرائیل در قصه از این نیست که نتیجه از این چه میبراید. دوستای امریکا خوش میشه، خفه میشه، ترکیه فرزن در مقابل ما میایه. و اسرائیل حرج مرج خوش داره، گدودی را خوش داره و در حرج مرج و گدودی هم آب خد کردن و ماهی گرفتن عادت داره، میفهمه، از امو بابت از استفاده میکنه. دیگه حالت به طوری که ما بر شما تشریح کردم آسان نیست که طور دفعتا امریکا تجهیزاتش تکمیل شده باید حمله کنه. آلیان باید امو چارگت مسائل حل کنه، باید امو دوستای سابقه ناتو و اروپا را دوباره بالای میز بیاره، باید کشورهای عربی و ترکیه و اینا را با اینا صحبت ها را ادامه بده. یعنی یک مانور نظامی برای ضروری است که امریکا در این روزا انجام بده. از همین بابت کشنر و ویتکاف و اینا در منطقه هستن، ممکن با در ترکیه هم صحبت ها صورت بگیره، در علوده در قطر هم صحبت ها صورت بگیره. در بین خود منطقه که ما با شما گفتم که مشکلات هست، او مشکل بین عربستان سعودی و امارات متحده است که در دو جای پایگاه امریکایی وجود داره و در بین از اینا مشکل دری است که تازه مصر و عربستان سعودی به هفتار که در لیبیا است و یک از متحدین امارات متحده عربی است اخطار دادن که از تمویل اسلحه به سودان خودداری کنه. وقتی که این اخطار از خاطر میته که چرا کمکایی را که در سودان شروع کرده به کمک امارات متحده شروع کرده و این وقتی که این اخطار به او میته یا اخطار به امارات متحده میته، بنان در اینجا تشنج بین امارات متحده و عربستان سعودی در منطقه داره به طرف اوج میره و دیگه ای است که عربستان سعودی امارات متحده را متهم به این کرده که این بسیار نزدیک به نتانیاهو است و به او لابیگری میکنه. بنان یک به شما معلوم است با وجود که اینا کلگیشون لابیگری به نتانیاهو میکنه، هم محمد بن سلمان و هم دیگه عربا، مگر در بین ملت خود به عربا ایران ظاهر نمیکنن که کی فرزن برای کی کار میکنه، از خاطر که این بسیار صدمه را در بین بطن جامعه عربی میرسانه. مردم عرب مخالف اسرائیل و مخالف پالیسی های حکومت های خود هستند و این کار عربستان سعودی قصدن کرده و این یک مسردرد و مشکل به امریکا پیدا میکنه.
کنه. بنان دایی با منجلاب سیاست داخلی منطقی شرق الاوسط و همچنان بازی های اروپا این جنگ کمزره شاید به تعویق به اندازه، اما این احتمال وجود داره که اسرائیل کار خود کنه. از اسرائیل برتان هیچ گفته نمیتونیم که ممکن 6 ساعت بعد هم یک عملیات انجام بده، اما از امریکا را برتان با یقین گفته میتونم تا مسائل کمیته امن و ناتو و اروپا و این منطقه را به یک جای نرسانده باشه به این رقم به عجله حمله نخواهد کرد. با وضعیت جوری که در منطقه فعلا موجود است، چشمانداز روابط واشنگتن، تل‌آویو، تهران و خاورمیانه را چگونه بررسی میکنین؟ خب چشماندازشون همون بود که من بر شما کلش تشریح کردم که این چشمانداز منطقوی است، درگیری به این رقم داده. از بیاییم از نقطه نظر ایران و چین و روسیه میبینیم. در اینجا شما همچنان میبینید که یک تشنج در این طرف هم ادامه داره. تازه امریکا در ژاپن تجدید تجهیزات نظامی خود کرده که باعث عکس العمل چین و روسیه قرار گرفته. در جزیره مسوا در ژاپن در حدود 36 F-16 امریکایی بود که کهنه شده بود، او را مبدل به 48 فروند F-35A مجهزترین طیاره آخرین مدل امریکایی کرد که هر نوع توان عملیات در منطقه داره. این را چین اکثر به حساب یک تهدید بر خود میدانه، اما گفته میشه وقتی که چین گفت که اگر بالای ایران حمله شد ما در امرای ایران ایستاده میشیم، در عقبش در ژاپن برش این تجهیزات تجدید شد، اسلحه های جدید اونجا چی شد، طیاره ها نو آمد، بنان یک فشار بالای. در عین زمان سیستم میزایل تایفون همچنان نصب شد که برای از او روسیه عکس العمل نشان داد و گفت که این برای ما خطر است در این منطقه. و 2 روز قبل اگر باید شما باشه، روسا یک مانور هوایی را بر فضای ژاپن در اونجا انجام دادن که او خودش برای از اینمی عملی که ژاپن در اینجا سیستم میزایل تایفون امریکا نصب کرده عکس العمل نشان دادن. بنان در این طرف همچنان روسیه و چین دارن میخوان که با ایران باشن و با غرب نشان میتن که حمله بالا ایران حمله بر مفادات ما در منطقه است. از طرف دیگه شما میبینید که امریکا در اونجا تجهیزات خود در ژاپن هم تجدید کرد برای تایوان و برای چین. در عین حال قوای خود از منطقه شرق الاوسط کشید، چیزی شبه نزدیکی سرحدات ایران آورد، چیزی شبه پاکستان آورد، چیزی شبه گروسیه برد. یعنی این خودش تجدید استراتژی جدید امریکا را در منطقه نشان میده. بنان از چشمانداز امریکا استراتژیش در منطقه فرق کرده، اتکای زیادی را که با جهان عرب داشت از او دست برداشته. بالای ترکیه هنوز هم حساب میکنه، از این بابت باید با ترکیه به یک تفاهم برسه. در عدم تفاهم اگر کدام اقدام میکنه و ترکیه اکثر عمل نشان بده، آتش همگیر و جهانگیر میشه، موضوع از دست میبره. از این بابت است که اینا دارن این طرف پالیسی و استراتژی خود تغییر دادن در این منطقه بر علیه ایران و در داخل ایران هم کارشان که بود او به او رقمی که خواستن نتانستن کرده، تضعیف شدن. همگی لابیگری از اینا گرفتار و به حساب یا کشته شدن و یا اسیر شدن. از این بابت چشمانداز امریکا نسبت به منطقه به این طور فرق کرده که حمله در این زمان به نفعش نیست. بنان ممکن برای 2 روز 10 روز یا 2 هفته به تعویق بیندازه تا جریانات در کنترل خود کنه. مهم برای امریکایی است که در عین زمان اسرائیل هم کنترل کنه، که اسرائیل حمله نکنه. چرا اسرائیل حیثیتی او را داره که پترول در چارگرد آماده است، صرف اسرائیل حیثیتی گوگرد داره که آتش که در میته و این گوگرد باید امریکا در دست خود نگاه کنه، ایرا باید نگذاره که آتش در بته. چرا که با مجرد که گوگرد در بگیره این پترول در چارگرد انفلاق میکنه و همه جای آتش میگیره. برای امریکا مهمی است که او را کنترل کنه و موضوعات هم در چارگرد حل کنه برای خود. وقتی که مسائل حل شوه، فرضاً امروز اولین چیزی بود که جورجیا ملونی را که صدر اعظم ایتالیا است او را دعوت کرد، چرا که او از نزدیکیش بود و از نه تنها که لحاظ سیاسی بلکه لحاظ رفاقت هم که اینا با هم داشتن
اعتماد زیاد داشت، اما او همچنان عکس العمل در مقابل پالیسی امریکا در اروپا و ناتو نشان داد. بنان امریکا برای از او گفت که تو اولین کسی باید باشی که نه تنها در کمیته امن باید باشی، بلکه در کمیته اردوی امن که در منطقه غزه میایه باید اولین قواست تو از ایتالیا باشه. به این رقم میخواد که دوباره ساخت و باف کنه. ممکن در مورد گرینلند هم عقب نشینی کنه امریکا، چرا که عکس العمل جدی را دیدن و اردوی امریکا همچنان مشوره را امیر داده که رفتن به گرینلند ضررش بیشتر است نسبت به فایدهش. از این بابت از این موضوع شاید عقب نشینی کنه. درست. بسیار زیاد تشکر فاطمی صاحب از حضورتان در برنامه. تشکر که دعوت کردید. ندیم بهرام در این مورد گزارش دارد. نو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن شامگاه یک شنبه به خاورمیانه رسیده و در نزدیکی ایران مستقر شده است. بر اساس گزارش ها یک شناور حامل سامانه های دفاعی موشکی بر سمت اسرائیل در حرکت است. در همین حال ایالات متحده اعلام کرده است که در آستانه رزمایش نظامی چند روزه در خاورمیانه قرار دارد. تحرکات نظامی معمولاً نشان دهنده افزایش فشارهای دیپلماتیک و آماده سازی ایران برای واکنش به تحولات دیپلماتیک خاص است. در ارتباط با همین موضوع دولت ترکیه طرح اضطراری برای پیامد حمله امریکا بر ایران را روی میز گذاشته است. در این طرح برای جلوگیری از چالش‌های امنیتی ایجاد منطقه حائل مد نظر گرفته شده و ساخت اردوگاه برای اسکان موج بزرگ از پناهندگان از بخش‌های دیگری این طرح است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که این کشور برای هر گونه حمله نظامی پاسخ دندان شکن می‌دهد. این هست که ما با یک جنگ ترکیبی مواجه بودیم و هستیم. در ادامه تعرض نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خرداد ماه گذشته، در این چند ماه ما هر روز با ادعای جدید یا تهدید جدید از ناحیه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بودیم. جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به توانمندی‌های خودش اطمینان داره، هم تجربه‌های قبلی از جمله تجربه نبرد قهرمانانه خرداد ماه رو در ذهن داره. توانمندتر از هر زمانی قطعاً به هر گونه تعرضی پاسخی فراگیر و پشیمان کننده خواهد داد. در همین حال رافی میلو فرمانده قرارگاه شمال ارتش اسرائیل به کانال 12 گفته است که اگر واشنگتن به تهران و جمهوری اسلامی به تل آویو حمله کند، اسرائیل آماده جنگ و دفاع است. از توجه و همراهیتان سپاس. در ادامه نیز با یک باشید. خدا نگهدار.